سلام، امید پیلور هستم. یه اسکریپت گریسی مانکی نوشتم که روی فایرفاکس و کروم اجرا میشه برای بررسی کردن بلیط قطار مورد نظر در زمانی که میخوایم و مبدا و مقصدی که میخوایم که آزاد هست یا نه، و در صورتی که آزاد شد سریعا بلیط رو تهیه بکنه و یه پیغام آلرتی بده که کاربر متوجه بشه و بیاد کار پرداختش رو انجام بده. الان این اسکریپت چند تا متغیر داره. پلیس یکمون که کد شهری هست که مبدأمونه، پلیس دومون کد شهر مقصدمونه که این کدها رو باید از طریق خود سایت رجا تهیه بکنیم. یعنی تو قسمت خرید بلیتش که میرین با این اسپکت کردن لیست شهرها مقدار ولیوش رو اینجا بزنیم. تی دیت زمانی هست که قرار ما بلیتمون رو تهیه بکنیم، یعنی بلیتمون برای اون روز هست که من اینجا 27/4 رو وارد کردم که میدونم که قطار مورد نظر من تو این تاریخ پره و فقط برای اینکه بررسی های مکررش رو ببینید اینو انتخاب کردم. شماره قطاری که قرار هست ما توی سوارشیم باید قبل از اجرا کردن این اسکریپت توی خود سایت رجا رفته باشیم، قطارش رو انتخاب کرده باشیم، بدونیم که کدوم سطر هست و کد سطرش رو اینجا وارد کنیم. نام کسی که میخوایم بلیت براش صادر بشه، نام خانوادگی کسی که میخوایم بلیت براش صادر بشه، کد ملی و شماره تلفن ضروری که نیاز هست برای سایت رجا. الان تو تاریخ 27/4 قطار یزد تهران قطار شماره 5ش میدونم که پر هست و من میرم که بررسی متعددش رو شما ببینیم. خود این اسکریپت به صورت خودکار توی سایت رجا داتایار لاگین میکنه و کارهای بررسی رو به صورت مکرر انجام میده. طی با بررسی های مختلف روی جنسیت های مختلف، مثلا جنسیت مرد، جنسیت عادی، دائما این جنسیت ها رو بررسی میکنه در صورتی که جا بده سریعا بلیط خریداری میکنه. حالا با توجه اینکه معلوم نیست که کی این بلیط خریداری بشه، من زمانش رو تغییر میدم به روزی که میدونم که برای قطار شماره 5مون که لوکس 6 نفری باشه بلیط هست. قبل از اون یه چیزی بگم که مدت زمان باقی مانده برای خرید در صورتی که صفر بشه مجددا این اسکریپت توی سایت لاگین میکنه، بررسیش ادامه میده. الان من میرم تاریخش رو میذارم 31/4 که قطار مورد نظرم هست، سیو میکنم، میرم اینجا. سریعا خودش چیکار کرد؟ پیغام سریعا کارهای ثبت اطلاعات پیدا کرد، قطار رو پیدا کرد، اطلاعات ثبت کرد، نوع درگاه رو انتخاب کرد و ثبت کرد و اومد برای اینکه تاییدیه بگیره منظور پرداخت که اطلاعات سفرمون رو نوشته، تاریخ حرکت، روزش و ساعتش. تاییدو که بزنم به قسمت پرداخت میرم و قطاری که میخواستم و بلیتش رو تهیه میکنم.